انا اینجا نصیب باشه علف همجا بهتره یعنی اینجا علف زونده اینجا انا اینجا علف جانا باشه دیگه پیش از سرشوی کار یا کم تا قوت گیریم دکا انا کو کار سر بکیره بسم الله الرحمن الرحیم انا کاری خلمش انا بعد کی با قوت بتیاده لطیفه پاتیفه را افادی سری جورش گفته کی من میخوام که میلیونر شوم میلیونر باید جورش گفته که چی اوتاد میلیونر بود افادی گفته نه او تمام آرزو بکن شما بکن که تلفن باشه لبای زنک چخه همجا علف داره دیشیدم چی نیست در خونه؟ کرچکه پیاز سبزی روغن هم بیارم ایخا یا گو همش دیا روز نگو باید قشه پگه دگو قد شکر با پگه دا قدی سون شید فهمیدی من حوزی ببیارم حوزی بوار که همین زنک منو همین میگو همه دیا روز بیاری همین روزگاه 10 روز بود کنی روزگاه رو غور گفتی دکا کم کم ببیاری یک زن و شوهر بدیم با مردک بگه که زنک خیلی اطلاع که با زن بگه که اوخی مردک رو ارد بیار خیلی میره با مردک بزرگ میره ارد ببیارم ارد هم ببیره میگه خیلی کورسا که مردک روغن بیار روغن نیست با بیچاره مردک میره با غرغر کرده میره با روغن ببیاره روغن هم میره میمونه میگه سر کن آخی کورا مردک رو بگه شیر بیار با بیچاره مردک با سرسان و سرگردان زده کتا میره شیر میکود خیلی بزرگ شیر میکود میره با شیر من زنک بیزار کردی اینا شیر هم آوردم بود سر کن کورا مردک رو میگه نمک بیار با بیچاره میره با نمک کود خیلی نمک خلاص همه چیزم ببرم میمونم افگار میشم میگه بیزار کردی زره که برای آتاله خود برای یا آتاله منو بیزار کردی این همه چیز آوردم یا کبدی نیست نه همه چی آوردی حضور رحمت مردک میگه مرد میگه سر کن آتاله را من میگم مردک همه چی هست لیکی همو هنر نیست هوا هم گرم شد لطیفه دیگر میگم و میریم یا بچه قطعی دختر شنوز میشه و میگه که دختر بچه دختر میگه که تو در تلگرام اینترنت میدروی دختر گفته که نه او چاپ جمع میکنه و تو در چی میدروی در اینستاگرام taş ne gelsin usta ne kafa oluşar. Masum çodur ya. Ha? Masum çağda çodur ya. 12 ta. این 12 یه دقیقه 12 تا بوده باجان ابرانش رحمت حدیثه جون حضور رحمت مسعود جان؟ لبا کجا تا دادی؟ نه خیرم گفتی
بابا چجوری نگاه کن من برم آب بیارم. مسعود جان تو برای چی من گفتی که کجا ما نگاه کن؟ ایدان پیشه کشیدم گرفتم انا بینم. واه این قند همینه ها؟ این قند تزنده کی آفرین. حدیثه جان لبا اگه فهمیدی که من تشریح آمده او آوردی لبا تلقاق بود. مسعود جان لبا این ازوری ترا من زیغ میشه اینو کای تخ کنن اینو کای کلان میشن. نمیدونم. ای منصور اگر همین مرغای کلان بگیرتی با جای همینو در تخ بخوردی. بابا پس کلان نشده کو شما را اینم میخوای کلان کردن.